شروع باز یک صبح نو را به همه شما عزیزان شادباش میگم و تشکر میگم که به ما پیوستید و حالا ما رو تماشا دارید. امیدوارم که این صبح صدای ما رو شما به خوبی میشنوید. حالا در پراگ ساعت 7:10 است و من آماده‌ام شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان که تا این لحظه در سامانه www.azadi.org نشر شدند و شما فرصت خواندن آن را نداشتید شناس کنم و شروع میکنم از آن که دپارتمنت دولتی آمریکا گزارش نوی خود را در رابطه با آزادی دینی نشر کرده است و تاجیکستان را در فهرست نگرانی‌های خاص شامل کرده است. در این گزارش آمده است که تنها در سال گذشته مقامات تاجیکستان 220 نفر را با گمان عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و دولت اسلامی بازداشت نموده است. این گزارش با تکیه به سازمان های جمعیتی میگوید که در تاجیکستان با هر گونه بهانه برای ثبت سازمان های مذهبی اجازه نمیدهند. در مسجدها دوربین های نظارتی گذاشته شدند و زنان را برای پوشیدن حجاب و مردان را برای داشتن ریش اذیت میکنند. همچنین در این گزارش از چند قضیه پرسر و صدا در رابطه با بازداشت و به حبس کشیده شدن بعضی از نفران یاد می شود. از جمله قضیه یک جراح شناخته را در سوخت که با گمان سلفیه به 5.5 سال زندان انداخته شده است یادآوری شده است و همچنین در رابطه با یکی از اعضایان شهیدان یهوا نیز گفته می شود که وی نخواسته است در ارتش سلاح به دست بگیرد و سوگند یاد کند. خلاصه این گزارش میگوید که تاجیکستان تا هنوز آزادی های مذهبی مردم را ارج نمیگذارد. این هم در حالی است که سفارت آمریکا در تاجیکستان و هر مقامدار آمریکایی که به تاجیکستان می آیند این کشور را به آن میگویند که آنها باید آزادی های مذهبی مردم را ارج بگذارند و این گزارش در حال نشر شد که امروز امالی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در بنیاد دانشکده نوی اسلامی سنگ اساس را گذاشت و در رابطه با این خبر شما را کمی بعدتر در برنامه خبری آشنا خواهیم کرد. موضوع دومی که ما میخوایم آن را با شما در میان بگذاریم این معلوم شدن معاون نوی رستم امالی شهرداری دوشنبه است. اگر شما دیروز برنامه خبری ما را پیگیری کرده باشید پس آگاهید که دیروز همکاران ما معلوم کردند که معاونی که در رابطه با نقلیات در شهرداری کار میکرد قربان سعیدزاده به گفته شهرداری یک هفته پیش با خواهش خودش و بنابر بیماریش از وظیفه کنار رفت و همگی دیروز اسم نوی معاون معلوم شد که این فردوس سعیدزاده است و سردار اداره دوشنبه نقلیات خدمت رسان بوده است و باید گفت که معاون قبلی همگی 1.5 سال در این وظیفه کار کرد و هرچند گفته می شود که در این بخش پرمشکل او بعضی از دیگرگونی ها را مثلا با وجود بیارد. از جمله بعضی اتوبوس های نو وارد کرده شدند، راه ها از تنبشوی آزاد کرده شدند، ولی با این هم در زمان ریاست معاون سابق نرخ راهگیری را بلند برداشته شده بود که باعث نگرانی ساکنان پایتخت گشته بود. خب ما خواهیم دید که معاون نوی رستم امالی از چه اقدام های کار خواهد گرفت. هرچند گفته می شود که باید نامزدی او را در مجلس وکیلان خلق آن را تصدیق کنند. و خبر دیگری ما مربوط به آن است که همسر بزرگ میریاروف وکیل بازداشت شده تاجیکستان زرینه نبی و از بالای ماورانر شرکت ساختمانی به دادگاه شکایت برده است. دعوای زرینه نبی و این است که طول 5 سال این شرکت نمیخواهد که بنیاد نیمه ساخته دو طبقه فروشگاه را به نام او بگذارد، چون زرینه نبی و میگوید او 5 سال پیش $20,000 را پرداخت کرده است ولی تا کنون این فروشگاه که هنوز نیمه ساخته است به نام او گذاشته نشده است و این باعث آن شده است که حلقه بنابر به حبس گرفته شدن شوهرش مالی این بنا نیز حبس کردند و نمیگذارند که دیگر در این بنا کارهای ساختمانی انجام شود و همچنین دیگر گویم سندها به نام زرینه نبی و گذاشته شود. شما تفصیلات را می توانید از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. و یک خبر دیگری ما مربوط به شکایت چندین آوازخوان تاجیک به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی است که آنها میگن که صحیفه های فیکی را باز
карданд баъзе аз корбарон ва аз номи онҳо ҳарфҳои қабеҳ менависанд ва ин ки ҳарфҳои зидди ҳукуматӣ менависанд ва барояшон дарди сар эҷод мекунанд. баъзе аз ин нафароне ки саҳифаҳои фейкӣ доштанд ва аз номи афроди шинохта бо корбарон суҳбат мекарданд аллакай боздошт шуданд. агар тафсилоти ин хабарро мехоҳед бидонед, пас рӯ биёред ба сомонаи мо www.ozodin.org. ман бошам шуморо ҳамагӣ баъд аз 3 соати дигар бо муаррифӣ кардани сархати хабарҳои муҳими рӯз мунтазирам.